سلام و خوش اومدید به این بررسی عمیق. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از واقعاً تعیین کننده تاریخ معاصر، یعنی جنگ جهانی اول. همون جنگی که بین سالهای 1914 تا 1918 کل دنیا رو درگیر خودش کرد و خب راستش اثراتش تا همین امروز هم کاملا حس میشه. ما یه سری منابع خیلی جالب داریم که شما در اختیارمون گذاشتید. مقالات تحلیلی هست، مطالب دانشنامه‌ای، حتی یه نگاه یکم متفاوت به این که اصلا چرا جنگ شروع شد. هدفمون اینه که با هم ببینیم این جنگ بزرگ که اون موقع بهش میگفتن چرا واقعا اتفاق افتاد و چه چیزهایی رو برای همیشه تغییر داد. دقیقاً. ببینید جنگ جهانی اول فقط یه سری تاریخ و نبرد توی کتابا نیست. یه نقطه عطف واقعیه که دنیای امروزی ما رو خب شکل داده. امروز سعی می‌کنیم بریم سراغ ریشه های پیچیده‌اش، اون جرقه‌ای که آتیشش زد، کیا توش بودن و چه پیامدهای بزرگی داشت. منابع شما هم جالبه چون دیدگاه‌های مختلفی رو نشون میدن. از اون دلایل کلاسیک که همه شنیدیم تا نظریه‌هایی که کمتر بهشون پرداخته شده، مثلا نقش یه سری قدرت‌های پشت پرده. خب پس بیایید شروع کنیم. تقریبا همه منابع روی چند تا عامل اصلی توافق دارن که انگار مثل یه بشکه بارود کنار هم چیده شده بودن. یکی از قوی تریناشون به نظرم اون موج ملی نژادی افراطی بود. اوایل قرن 20 اروپا رو گرفته بود این حس. آها. این حس که ما بهتریم یا حق ما رو خوردن. همه جا بود مگه نه؟ بله کاملا. و این فقط یه حس نبود دیگه، یعنی کاملا عملیاتی شده بود. مثلا تنشن بین صربستان و امپراتوری اتریش ماجارستان رو توی بالکان در نظر بگیرید. صرب‌ها می‌خواستن یه کشور بزرگ اسلاوی درست کنن و خب این دقیقاً با منافع اتریش ماجارستان جور در نمی اومد. درسته. یا اون رقابت قدیمی فرانسه و آلمان سر آلزاس و لورن. فرانسه هنوز داغ شکست 1870 رو داشت و میخواست اون منطقه رو پس بگیره. اینا فقط دو نمونه از اون زخم‌های بازی بود که ملی نژادی هی نمک روشون میپاشید، میدونید؟ دقیقاً. کنار این یه عامل دیگه هم بود که خیلی مهمه. رقابت‌های امپریالیستی و استعماری. قدرت‌های بزرگ اروپا مثل بریتانیا و فرانسه امپراتوریای گنده داشتن و سر گرفتن مستعمره بیشتر تو آفریقا و آسیا رقابت شدیدی بینشون بود. بله، و آلمان نوپا هم تازه وارد این بازی شده بود و دنبال جایی زیر آفتاب برای خودش میگشت. همین ورودش باعث اصطکاک مستقیم شد با اون قدیمی ترا، خصوصا بریتانیا. دقیقاً رقابت فقط سر زمین و منابع نبود، یه جور نمایش قدرت هم بود، پرستیژ بود. انگار همه میخواستن بزرگترین تیکه کیک دنیا مال خودشون باشه. و خب این رقابت‌ها بی‌اعتمادی رو خیلی زیاد کرده بود. و این بی‌اعتمادی خب خودشو تو چی نشون میداد؟ مسابقه تسلیحاتی. کشورها دیوانه‌وار داشتن ارتش و نیروی دریاییشون رو تقویت میکردن. منابع شما مشخصاً به رقابت نفسگیر دریایی بین آلمان و بریتانیا اشاره میکنن. هی کشتی جنگی بزرگتر و قوی‌تر میساختند. همینطوره. روی خشکی هم وضع همین بود. ارتش‌های آلمان، فرانسه، روسیه همه در حال گسترش و مدرن شدن بودن. انگار همه حس می‌کردن یه جنگی تو راه دیر یا زود و داشتن خودشونو آماده می‌کردن. یه فضایی پر از ترس و بی‌اعتمادی بود. و چیزی که این وضعیت رو دیگه خیلی خطرناک میکرد، اون سیستم پیچیده اتحادها بود. اروپا عملاً 2 تا اردوگاه مسلح شده بود. بله. یه طرف اتحاد مثلث، آلمان، اتریش ماجارستان، ایتالیا. البته ایتالیا بعداً جاشو عوض کرد. آها. طرف دیگه تفاهم مثلث یا آنتانت، بریتانیا، فرانسه، روسیه. اینا مثل یه تار عنکبوت به هم وصل بودن. یعنی یه جرقه کوچیک توی گوشه میتونست کل قاره رو آتیش بزنه. دقیقاً. هر کی قول داده بود اگه به رفیقش حمله بشه، اونم وارد جنگ بشه. آلمان هم حس می‌کرد فرانسه و روسیه محاصره‌اش کردن و بریتانیا هم نمیذاره نیروی دریاییش قوی بشه.
خیلی جالبه. یکی از منابع شما کتاب تاریخ مخفی یه دیدگاه متفاوت رو مطرح میکنه. پا رو از این دلایل رایج فراتر میذاره. این کتاب میگه که شاید این رقابت‌ها و اتحادها تا یه حدی نتیجه برنامه ریزی یه سری نخبگان پنهان توی بریتانیا و بانکدارهای بین المللی بوده. بله، این دیدگاه جالبیه و روایت استاندارد رو به چالش میکشه. نویسنده‌هاش معتقدند که یک گروه مخفی از اشراف و بانکدارهای قدرتمند بریتانیایی از اواخر قرن 19 با یه ایدئولوژی برتری نژادی آنگلوساکسون و خب هدف حفظ و گسترش امپراتوری بریتانیا شکل گرفتن. ادعا میشه این گروه که گاهی بهش میگن میزه گرد با نفوذ توی دولت و ارتش و رسانه‌ها سیاست خارجی بریتانیا رو هل دادن به سمت منزوی کردن آلمان در حال رشد. یعنی هدفشون تضعیف آلمان بود. یعنی طبق این نظریه جنگ فقط نتیجه رقابت‌های معلوم نبوده، بلکه یه جورایی نقشه پنهانی برای حفظ سلطه بریتانیا بوده و تصمیمات کلیدی شاید دهها قبل گرفته شده بوده و حتی ممکنه اسناد مربوط به نقش بریتانیا را حذف کرده باشن تا آلمان مقصر اصلی به نظر بیاد. دقیقاً. این دیدگاه میگه تاریخ رو فاتحان مینویسن و نفوذ این گروه توی جاهایی مثل آکسفورد هم کمک کرده که اون روایت رسمی، یعنی بیگناهی بریتانیا و مقصر بودن آلمان تقویت بشه. البته باید تأکید کنیم که این یه دیدگاه جایگزینه که تو منابع شما مطرح شده. روایت غالب تاریخی هنوز روی همون ترکیب ملیگرایی، امپریالیسم، نظامیگری و سیستم اتحادات تأکید داره. جالبه که همین منبع تاریخ مخفی هم به اشتباه محاسباتی آلمان تو دادن اون چک سفید به اتریش مجارستان اشاره میکنه. آها، اون تضمین حمایت بی قید و شرط. بله. این چک سفید عملاً دست اتریش رو باز گذاشت که علیه صربستان اقدام نظامی کنه و خیلی از مورخا این رو یکی از تصمیمات کلیدی میدونن که بحران رو دیگه هل داد سمت جنگ. پس زمینه کاملاً آماده انفجار بود. حالا میرسیم به اون جرقه‌ای که واقعاً فتیله رو روشن کرد. ترور آرشیدوک فرانس فردیناند، ولیعهد اتریش مجارستان. 28 ژوئن 1914 تو سارایوو مرکز بوسنی. بله، سارایوو، شهری که اتریش مجارستان چند سال قبلش رسما ضمیمه خاکش کرده بود و خب این کار خشم ملیگرایای سربو خیلی زیاد کرده بود. آرشیدوک و همسرش صوفی رفته بودن اونجا برای بازدید. خود ماجرای ترور هم خیلی پر از اتفاقات عجیب و غریبه. درسته، اول یه تلاش ناموفق با نارنجک هست توسط یکی از اعضای گروه بوسنیه جوان، ندلیکو کابرینوویچ. نارنجک به هدف نمیخوره، فقط ماشین پشتی رو زخمی میکنه. اما بعد از مراسم تو تالار شهر، آرشیدوک میگه من میخوام برم بیمارستان عیادت زخمی‌ها. و اینجا اون اشتباه مرگبار پیش میاد. راننده مسیر رو اشتباه میره و وقتی میخواد دور بزنه، ماشین دقیقاً کنار یه تروریست دیگه، گاوریلو پرینسیپ، متوقف میشه. عجب شانسی. واقعاً. پرینسیپ هم فرصت رو از دست نمیده و با 2 گلوله آرشیدوک و صوفی رو میکشه. این پرینسیپ هم عضو همون گروه بوسنیه جوان بود که با یه سازمان مخفی سرب به اسم دست سیاه ارتباط داشتن. هدفشون هم مشخص بود: جدا کردن مناطق اسلاوانشین از امپراتوری اتریش مجارستان. و این ترور دومینویی رو راه انداخت که بهش میگن بحران ژوئیه. اتریش مجارستان که حالا اون چک سفید آلمانم پشتش بود، یه التیماتوم فوق‌العاده سخت به صربستان داد. انقدر سخت که اگه صربستان کامل قبول میکرد عملاً دیگه استقلالی نداشت. دقیقاً. صربستان بیشترش رو قبول کرد ولی خب نه همشو و این برای اتریش مجارستان کافی بود. دقیقاً یه ماه بعد ترور، 28 ژوئیه 1914، اتریش مجارستان به صربستان اعلام جنگ کرد و اینجا بود که اون سیستم اتحادها که گفتیم مثل چرخدنده شروع به کار کرد. روسیه که خودش رو حامی سربا میدونست نیروهاشو بسیج کرد. آلمان این رو تهدید دید، اول به روسیه بعد هم به متحدش فرانسه اعلام جنگ داد. و بعدش هم اون نقشه معروفشون، طرح اشلیفن. بله، برای اینکه سریع فرانسه رو شکست بدن از طریق بلژیک بی‌طرف بهش حمله کردن. میخواستن قبل از اینکه ارتش بزرگ روسیه کامل آماده بشه،
کار فرانسه رو تموم کنن. و حمله به بلژیک بی‌طرف پای بریتانیا رو هم کشید وسط جنگ. دقیقاً، چون بریتانیا طبق یه معاهده قدیمی ضامن بی‌طرفی بلژیک بود. اینجوری شد که یه بحران محلی تو بالکان تو چند هفته تبدیل شد به یه جنگ تمام عیار اروپایی و بعدش هم جهانی. خب حالا که جنگ شروع شده ببینیم طرف‌های اصلی کیا بودن و کجاها می جنگیدن. 2 تا گروه اصلی داشتیم. قدرت‌های متفقین، بریتانیا، فرانسه، روسیه، البته تا 1917، ایتالیا از 1915 اومد این طرف، آمریکا از 1917، ژاپن، صربستان، بلژیک و خب کلی کشور دیگه. قدرت‌های مرکزی، آلمان، امپراتوری اتریش ماجارستان، امپراتوری عثمانی و بلغارستان. جنگ هم تو چند تا جبهه اصلی جریان داشت. معروفترینش جبهه غرب بود تو فرانسه و بلژیک. اینجا به خاطر جنگ سنگرها معروفه. یعنی خطوط دفاعی خیلی طولانی و پیچیده از سنگر که تقریباً 4 سال جنگ جای این خطوط تغییر زیادی نکرد. وحشتناک بود حتماً. آره، نبردای فوق‌العاده خونینی اونجا اتفاق افتاد. نبرد مارن، نبرد وردن که بهش میگن آسیاب خونین، چون میلیون‌ها نفر کشته و زخمی شدن. نبرد سوم که اولین بار تانک‌ها به طور گسترده استفاده شدن. تصور زندگی تو اون سنگرها با گلولای، موش، بیماریایی مثل پای سنگر و ترس دائمی از گلوله بارون یا حمله واقعا سخته. و جبهه شرق چطور؟ جبهه شرق خیلی وسیع‌تر بود و جنگ توش متحرک‌تر بود. نبرد اصلی بین آلمان و اتریش مجارستان با روسیه بود. نبردهای بزرگی مثل تاننبرگ و دریاچه‌های ماسوری اونجا اتفاق افتاد که روسیه شکست‌های سنگینی خورد. روسیه مشکلات لوجستیکی و فرماندهی هم زیاد داشت. و جبهه‌های دیگه هم بودن؟ بله قطعاً. تو بالکان جنگ ادامه داشت. ایتالیا تو کوههای آلپ با اتریش مجارستان می‌جنگید. تو خاورمیانه امپراتوری عثمانی درگیر بود. نبردهای مهمی مثل گالیپولی یا درگیری‌ها تو عراق و فلسطین که آدمایی مثل لارنس عربستان هم اونجا فعال بودن. جنگ حتی به مستعمرات تو آفریقا هم کشیده شد. یعنی واقعاً یه درگیری جهانی بود. و سلاح‌های جدیدی که کلاً چهره جنگ رو عوض کردن. بله. گازهای سمی که اولین بار تو نبرد ایپر استفاده شد و وحشت زیادی درست کرد. تانک‌ها که برای شکستن اون بنبست سنگرها طلایی شده بودند. هواپیماها اول برای شناسایی، بعد برای بمباران و جنگ هوایی. و البته زیردریایی‌ها. جنگ زیردریایی بی محدودیت آلمان که کشتی‌های تجاری و حتی مسافربری رو هم میزد، یکی از دلایل اصلی ورود آمریکا به جنگ بود. در این بین وضعیت ایران چی بود؟ ما که اعلام بی‌طرفی کرده بودیم. بله، دولت قاجار رسما بی‌طرف بود، اما موقعیت استراتژیک ایران بین این قدرت‌های درگیر باعث شد عملاً کشور تبدیل به میدون جنگ بشه. نیروهای روسیه از شمال اومدن. بریتانیا از جنوب بخشای زیادی از کشور رو اشغال کردند. عثمانی‌ها هم تو غرب کشور بودن. عجب اوضاعی. این اشغالگری و درگیری‌ها به اضافه بی‌ثباتی داخلی نتایج فاجعه باری برای مردم ایران داشت. کشاورزی نابود شد، بحران اقتصادی پیش اومد و از همه بدتر اون قحطی بزرگ سالهای 1296 تا 1298 شمسی. یکی از منابع شما به پادکستی اشاره میکنه که درباره این قحطی صحبت کرده. تخمینا وحشتناکه. میگن میلیون‌ها نفر از گرسنگی و بیماری مردن. میلیون‌ها نفر. بله. این شرایط دولت مرکزی رو خیلی ضعیف کرد و زمینه رو برای تحولات بعدی مثل کودتای 1299 و نهایتاً روی کار اومدن رضاشاه فراهم کرد. جالبه که یکی از منابع میگه اسناد این دوره تو وبسایت سند ایران هست و میتونید اونجا بیشتر مطالعه کنید. خب، برگردیم به روند جنگ. سال 1917 گفتید سال مهمی بود. بله، یه نقطه عطف بود واقعاً. از یه طرف ورود آمریکا به جنگ در آوریل 1917 با قدرت صنعتی و نیروی انسانی تازه نفس کفه ترازو رو به نفع متفقین سنگین کرد. و از طرف دیگه انقلاب روسیه. دقیقاً. اول انقلاب فوریه که تزار رو سرنگون کرد، بعدم انقلاب اکتبر بولشویکی.
دولت جدید بولشویکی با جنگ مخالف بود و مذاکرات صلح با آلمان رو شروع کرد. نهایتاً با امضای اون پیمان خیلی سخت برست-لیتوفسک اوایل 1918 روسیه رسما از جنگ کنار کشید. این با آلمان اجازه داد کلی نیرو از جبهه شرق بیاره به جبهه غرب. و با همین نیروها آلمان آخرین تلاش بزرگش رو کرد تو بهار 1918. همون تهاجم بهاره. بله، اولش پیشروی‌های خوبی هم داشتن، ولی نتونستن خطوط متفقین رو کامل بشکنن. و بعد نوبت ضد حمله متفقین شد. بله، تهاجم 100 روزه. با کمک نیروهای تازه نفس آمریکایی، متفقین شروع کردن به عقب رواندن آلمان‌ها. همزمان متحدای آلمان هم یکی یکی داشتن وامی دادن. بلغارستان، عثمانی، بعدم اتریش ماجرستان تسلیم شدن. تو خود آلمان هم دیگه اوضاع غیر قابل تحمل شده بود. شکست‌های نظامی، فشار اقتصادی، شورش‌های داخلی، مخصوصاً تو نیروی دریایی. آخرش قیصر ویلهلم دوم فرار کرد و دولت جدید آلمان درخواست آتش بس داد. و جنگ بالاخره تموم شد. 11 نوامبر 1918 ساعت 11 صبح. پایانی بر جنگ، ولی تازه اول شمارش هزینه‌ها بود. تلفات انسانی وحشتناک بود، بی سابقه. آمار دقیقش چقدره حدوداً؟ آمارها یکم فرق داره، ولی منابع شمال میگن چیزی بین 15 تا 20 میلیون کشته، نظامی و غیر نظامی. و حدود 21 میلیون نفرم زخمی و معلول. فاجعه است. اروپا با پدیده نسل گم شده روبرو شد. یه نسل از جوانها که یا تو جنگ از بین رفتن یا با زخمهای عمیق جسمی و روحی برگشتن. تغییرات سیاسی هم که گفتید عظیم بود. فروپاشی 4 تا امپراتوری بزرگ: آلمان، اتریش ماجرستان، روسیه تازاری و عثمانی. بله، و این فروپاشی‌ها نقشه اروپا و خاورمیانه رو کلاً عوض کرد. کشورهای جدیدی به وجود اومدن: لهستان، چکسلواکی، یوگسلاوی، فنلاند. کشورهای حوزه بالتیک، اتریش و مجارستان مستقل شدن. تو خاورمیانه هم با تجزیه عثمانی کشورهای جدیدی مثل عراق، سوریه، لبنان، فلسطین زیر نظر یا قیومیت بریتانیا و فرانسه شکل گرفتن. و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی چی؟ اروپا ویران شده بود. بدهی‌های سنگین، تورم وحشتناک، مخصوصاً تو آلمان که باید غرامت هم میداد. در مقابل، آمریکا به عنوان قدرت اقتصادی اول جهان اومد بالا. از نظر اجتماعی هم نقش زنها تغییر کرد، چون تو دوران جنگ خیلی فعال بودن. جنبش‌های حق رأی زنان تو خیلی کشورها موفق شدن. و در نهایت اون معاهده ورسای در سال 1919 که جنگ رو رسما تموم کرد، ولی خودش خیلی بحث برانگیز شد. بله، این معاهده آلمان رو به تنهایی مقصر جنگ اعلام کرد. با اون ماده 231 معروف به گناه جنگ، شرایط خیلی سختی به آلمان تحمیل کردند. غرامت‌های نجومی، محدودیت شدید ارتش فقط به 100,000 نفر، بدون تانک و هواپیما و زیردریایی. از دست دادن همه مستعمرات و کلی از خاکش مثل آلزاس و لورن به فرانسه و مناطقی به لهستان و دانمارک. منطقه راینلند هم باید غیر نظامی میموند. و جامعه ملل هم همونجا تأسیس شد؟ بله، با هدف اینکه جلوی جنگای بعدی رو بگیره. اولین سازمان امنیت جمعی جهانی بود. اما خیلیا از جمله بعضی از منابع شما میگن شرایط تحقیرآمیز ورسای برای آلمان خودش بذر کینه و انتقام رو کاشت و زمینه رو برای هیتلر و جنگ جهانی دوم آماده کرد. دقیقاً. انگار همونطور که یکی از منابع به نقل از یه فرمانده بریتانیایی گفته، این صلحی بود برای پایان دادن به صلح. واقعا همینطوره. جنگ جهانی اول پایانی بود بر اون اروپای قرن 19 و آغازی بر قرن 20 پر از آشوب. نشون داد که چطور ملیگرایی، امپریالیسم، نظامیگری و اون اتحادای شکننده میتونن دنیا رو به فاجعه بکشونن و فناوری چطور میتونه کشتار رو در مقیاس صنعتی انجام بده. خب اگه بخوایم یه جمع‌بندی خیلی سریع برای شما داشته باشیم، یادتون باشه که جنگ جهانی اول ریشه‌های زیادی داشت: ملیگرایی، امپریالیسم،
مسابقه تسلیحاتی، اون سیستم پیچیده اتحادها، ترور آرشیدوک توی سارایوو مثل یه جرقه عمل کرد و سیستم اتحادها باعث شد جنگ جهانی بشه، جنگ سنگرای وحشتناک غرب، ورود آمریکا و خروج روسیه نقاط عطف مهمی بودن. پایان جنگ هم با فروپاشی 4 امپراتوری بزرگ، تغییر کامل نقشه سیاسی دنیا و اون تلفات انسانی وحشتناک همراه بود و معاهده ورسای هم که با شرایط سختش برای آلمان خودش مشکل ساز شد. و حالا میرسیم به اون نکته پایانی برای فکر کردن شما. با توجه به اون دیدگاهی که توی کتاب تاریخ مخفی مطرح شد، درباره نقش احتمالی نخبگان پنهان و دستکاری روایت‌های تاریخی. این سوال پیش میاد. ما امروز چطوری میتونیم روایت‌های رسمی که درباره درگیری‌ها و بحران‌های جهانی میشنویم رو تحلیل کنیم؟ آیا هنوزم تاریخ توسط فاتحان نوشته میشه؟ آیا قدرت‌ها هنوزم دارن درک ما رو از وقایع شکل میدن؟ چطوری میتونیم فراتر از اخبار روزمره بریم و سعی کنیم اون نیروها و منافع واقعی‌تری که ممکنه پشت پرده اتفاقات جهانی باشن رو بفهمیم؟ این سوالیه که شاید بد نباشه کمی بهش فکر کنید.